شمیم؟ آره شمیمم، همونی که یه روز زن بهترین دوستت. بفرمایید. اصلا باورم نمیشه آبجی. منم باورم نمیشد تا اینکه کارتتو سودا به من داد. اسم و فامیلتو که روی کارت دیدم شوکه شد. خدا بیامرزه وحیدو. خب تعریف کن ببینم آبجی چی شده. همه چی از اون روز کذایی شروع شد. همون روزی که قرار بود وحیدو سورپرایز کنم، خبر بارداریمو بهش بدم، تا اینکه اون تصادف لعنتی اتفاق افتاد و همه چی رو خراب کرد. خدا بیامرزه وحیدو. بفرمایید چی؟ راستش بعد از فوت وحید داداشش حسام منو مجبور کرد که باش ازدواج کنم. تهدیدم کرد که اگه باش ازدواج نکنم همه چی رو ازم میگیره، حتی بچه‌مو. یعنی به خاطر بچه باش ازدواج کردی؟ من نمیخواستم بچه‌م بی سرپرست بمونه. حسام میخواست تمام ارث وحید رو بالا بکشه. ارث؟ آره، یه زمین پدری بود که قرار بود اسم وحید بشه. داداش محمد تو رو خدا کمکم کن. حسام به من میگه تو مریضی، ولی هر روز خودش بغل یه نفره با همین چشام دارم میبینم. من هر کاری دستم بر بیاد مطمئن باش دریغ نمیکنم. از الان وکالتت با من. شما هم مثل خواهر. محمد یه آقای اومده دم در داره داده بیداد میکنه، میخواد تو رو ببینه. داداش خودش. شمیم!